سعید فطر را به همه امت اسلامی و به ملت عزیز ایران و به شما نمازگزاران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ابر رحمت الهی یک ماه تمام در امت اسلامی بارید. رحمت الهی، ضیافت الهی در این یک ماه شامل حال همه آحاد امت اسلامی بود. رئیس جمهور آمریکا امروزها آرزوهای دیرین مستکبران آمریکایی را که پنهان می‌کردند، مخفی می‌کردند، نمی‌گذاشتند در اظهاراتشون آشکار بشود، آشکارا بر زبان میاره و بیان میکنه. میگوید که میخواهد ملت‌ها را تسخیر کند، منافع ملت‌ها را به خاطر منافع نامشروع آمریکا در این منطقه قربانی کنه. بدانه که ملت‌ها زیر بار او نمیرند و ملت بزرگ ایران و ملت مجاهد و مبارز و مقاوم ایران و ملت ریشه‌دار ایران مثل یک الگو در میان ملت‌ها ایستاده است. امروز هم دستگاه‌های قدرت زورمند شیطانی عالم هم به منابع طبیعی کشورها و ملت‌ها چشم دارن، نظر سوء دارن، هم به فرهنگ اونها، فرهنگ اصیل اونها، هم به هویت ملی و اسلامی اونها نظر دارن و در صدد تخریب اینها، در صدد تصرف اینها هستن. این دولت‌های عربی که اطراف ما هستن اینا باید بدانن آمریکا قابل اعتماد نیست. آمریکا به اینا به چشم ابزار نگاه میکند، ابزار حفظ رژیم صهیونیستی و حفظ خوی و منافع استکباری خود آمریکا در منطقه. هر ملتی اگر میخواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم. قدرت‌های شیطانی دائم در حال توطئه و نقشه علیه ملت ایرانند، چون از ایستادن او، از اقتدار او، از استقلال او، از فکر بلند ابتکاری او برای زندگی ملی در میان ملت‌ها نگرانند. البته این قدرت‌ها تلاش خودشون رو می‌کنند و انشالله همیشه هم شکست می‌خورند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در این منطقه غرب آسیا 7 تریلیون دلار پول خرج کردند. خودش میگه که صحبت میلیون نیست، صحبت میلیارد نیست، صحبت تریلیون است. 7 تریلیون 7,000 میلیارد دلار در این منطقه ما خرج کردیم و چیزی دستمون نیامد. این رو خود او میگه. این معناش شکسته. آمریکا در منطقه شکست خورده است.